مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. مقدمه مؤلف. آن که بود از جهان همیشه جهان. گفتار سیوم. وصیت‌نامه مولانا. شما را سفارش میکنم به ترس از خدا در نهان و عیان و اندک خوردن و اندک خفتن و اندک گفتن و کناره گرفتن از جرمها و جریرتها و روزه داشتن و نماز برپا داشتن و فرونهادن هواهای شیطانی و خواهشهای نفسانی و شکیبایی بر دشتی مردمان و دوری گزیدن از همنشینی با نابخردان و سفلگان و پرداختن به همنشینی با نیکان و بزرگواران. همانا بهترین مردم کسی است که برای مردم مفید باشد و بهترین گفتار کوتاه و گزیده است و ستایش از آن خداوند یگانه. آن که اندر علوم فایق بود. آثار مولانا. مولانا زندگانی خود را از آغاز تا به انجام در راه کسب و معرفت و تهذیب و تکمیل نفس گذرانید. آن از رشد و کمال جویی باز نایستاد و هر دم فضیلت و کمال نو پدید می آورد. این احتمال دارد که قولها و گفتار او پیش از آثاری باشد که همین که به طور مکتوب در دسترس است. به هر تقدیری آثار مکتوب مولانا به دو بخش نظم و نثر تقسیم می شود. یکم غزلیات. این بخش از آثار مولانا به کلیات یا دیوان شمس معروف گشته است، زیرا مولانا در پایان و مقطع بیشتر آنها به جای ذکر نام یا تخلص خود برخلاف معمول شعرا به نام شمس تبریزی تخلص کرده است. این غزلیات بر اثر وجد و حال و بیقراری سرود شده و یاران و مریدان بیدرنگ به یادداشت آن می پرداختند. دیوان شمس دیوان شعر نیست، غواه یک دریای متلاطم طوفانی است. دیوان شمس انعکاس یک روح غیر آرام و پر از هیجان و لبریز از شور و جذبه است. بیگمان در ادب فارسی و فرهنگ ما فراتر از آن در فرهنگ بشری در هیچ مجموعه شعری به اندازه دیوان شمس حرکت و حیات و عشق نمی جوشد. ای هوسای دلم بیا 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 بیا، ای مراد و حاصلم بیا 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 بیا، از ره و منزل مگو دیگر مگو دیگر مگو، ای تو راه و منزلم بیا 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 بیا. با گفته نیکلسون مجموعه غزلیات صوفیانی مولانا در حدود 2500 غزل است. دوم رباعیات. مجموعه این رباعیات که دارای معنا و مضمونهای عرفانی و معنوی است در حدود 1600 رباعی است که پاره از آن نیز ممکن است از او نباشد. سیوم فی ما فیه. این کتاب مجموعی تأخیرات مولاناست که در مجالس خود بیان کرده و پسان او بهاءالدین معروف به سلطان ولد یا یکی دیگری از مریدان یادداشت کرده و بدین صورت در آورده است. داستانها و مسائل فی ما فیه و وجوه بیان مقصد در موردهای کثیر با مثنوی شباهت دارد. از این رو نسبت به مثنوی مفهومتر و روشنتر است، زیرا این اثر به نثر ایراد شده و قید و بندها و کنایات شعری را ندارد. چهارم مکاتب. این کتاب که به نثر است مشتمل بر نامه‌ها و مکتوبات مولانا به هم‌عصران خود است. پنجم مثنوی. مثنوی در اصطلاح عبارات از اشعار است که در یک وزن سروده شد و در هر بیت 2 مصرع با یک قافیه آید. شاعران زیاد مطالب دامنه‌دار و حکایات و افسانه‌ها و یا واقعه‌های تاریخی و مسئله‌های عرفانی را در این قالب بیان می‌کنند.
مثنوی از قدیمترین روزگاران در شعر فارسی وجود داشت و در نخستین نمونه‌های شعر فارسی که یکی از شعرهای شاهنامه مسعود مروزی است این قالب را مشاهده می‌کنیم. مؤلف تذکیری هفت آسمان می‌گوید و مثنوی همچون رباعی و غزل از مخترعات حجم و پیشینیان عرب از ایشان فرا گرفتند و مزدوجه نام کردند. مثنوی از همان آغاز و آوان تألیف آن در مجلس‌های رقص و سماع خوانده می‌شد و حتی در دوران حیات مولانا و پس از آن طبقه به نام مثنوی خوانان پدید آمدند که مثنوی را با صوت دلکش می‌خواندند. افلاکی که خود یکی از این مثنوی خوانان بود به شمار از مثنوی خوانان معاصر مولانا و فرزندش سلطان ولد اشارات کرده است. از این رو رفته رفته مثنوی در ردیف‌های موسیقی سنتی فرهنگ ما جایگاه ویژه به خود اختصاص داد و بدین ترتیب مثنوی در کلیه آوازها و دستگاه‌های موسیقی محلی از اجرای به دست آورد. ولی از آن میان برخی از مثنوی‌ها شهرتی بیشتر یافته است. نظیری مثنوی اصفهان، بیات ترک، مخالف سه‌گاه و چهارگاه. مثنوی کتابی از تعلیمی و درسی در زمینه عرفان و اصول تصوف و اخلاق و معرفت و مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب شریف معروف شده است. مثنوی دریای ژرف است که در آن میتوان غواصه کرد و به انواع لالی و قسم‌های گوهرهای معنوی دست یافت. به این که تا آن زمان کتاب‌های ارزشمند و گرانقدر نظیر منطق الطیر عطار نیشاپوری و حدیقة الحقیقه سنایی از مهمترین و عمیق‌ترین کتاب عرفانی و صوفیانه به شمار می‌رفتند، ولی با ظهور مثنوی مولانا و جامعیت و ظرافت و نکته‌های باریک و متنوع آن جلوه‌ای کمتر یافتند و در واقع تحت شعاع آن قرار گرفتند. بیگمان درخشانترین کار حسام الدین چلبی این بود که با لیاقت و داریات کم نظیر توانست مولانا را از عالم جذبه و استغراق محض به در آورد و وی را متوجه عالم تمکین نماید تا معرفت و تجربه باطنی او که به اوج پختگی و زبدگی رسیده بود به ظهور رسد و چراغ راه عالم بشریت شود. زیرا به اصطلاح اهل نظر مجذوب در حالت جذبه حکم مجنون و دیوانه را دارد و نمیتواند دستگیری و ارشاد کند. هر که به این حالت دوچار شود او را سالک مجذوب گویند. مولانا در دوران شیدایی خود حکم سالک مجذوب را داشت و به هیچ کس نمی پرداخت بلکه بیخش و مستغرق بود. از این رو در آن دوران کار دستگیر و ارشاد را به دیگران واگذاشته بود که از حالت جذبه خارج شده بودند و به اصطلاح مجذوب سالک بودند، نه سالک مجذوب. به اتفاق روایات آنگاه که حسام الدین چلبی مشاهده کرد که برای یاران مولانا هیچ اثری منظومه که اصول عرفان و تصوف را در بر داشته باشد پدید نیامده است. از این رو از خدمت مولانا درخواست کرد که به سبک و سیاق الهی نامه یا منطق الطیر اثری درسی و آموزشی به نظم کشد. مولانا نیز بی دودیلگی به دستار خود فرو برد و کاغذ بیرون آورد که دارای 18 بیت اول مثنوی بود و آن را به حسام الدین داد. عبدالرحمن جامی این واقعه را چنین نقل می کند: چون شیخ صلاح الدین به جوار رحمت حق پیوست، عنایت مولانا و خلافت وی به چلبی حسام الدین منتقل شد و سبب نظم مثنوی آن بود که چون چلبی حسام الدین میل اصحاب را به الهی نامه و حکیم سنایی منطق الطیر شیخ فریدون عطار و مصیبت نامی وی دریافت، از خدمت مولانا درخواست کرد که اگر چنانچه به طرز الهی نامه یا منطق الطیر کتاب منظوم گردد تا دوستان را یادگار بود غایت عنایت باشد. مولانا در حال از سر و دستار خود کاغذ به دست چلبی حسام الدین داد و در آنجا 18 بیت اول مثنوی نوشته بود. پس مولانا در همه حال مثنوی می گفت، در حالت سماع حمام نشسته ایستاده و گاه از آغاز شب تا طلوع فجر می سرود و حسام الدین تحریر می کرد و همه آنچه نوشته بود یک باره با آواز خوب و بلند
برای مولانا می‌خواند. مولانا نقش حسام الدین را در نشر این اثر نیک دریافته بود و می‌دانست که طلب و خواهش اوست که دقیقه‌های معنوی و ذخیره‌های روحانی را از تاریکی‌های ضمیر او مکشوف ساخته. از این رو در پاره‌ای از اشعار خود نام این اثری بزرگ را حسام نامه نهاده است. گشت از جذب چو تو علامه، در جهان گردان حسام نامه. همچون مقصود من زین مثنوی، ای ضیاء الحق حسام الدین تویی. قصدم از الفاظ او راز توست، قصدم از انشایش آواز توست. زبان مولانا در مثنوی از واضح و روشنی خاص برخوردار است. در واقع به زبان مردم حرف زده است، چنان که شیوه انبیا چنین بوده است. ولی با همین این وضوح غالب ابیات آن از نظر فهم مقصود دشوار است، تا بدین جا که در زمان او نیز یاران و مریدان معنی پاره از ابیات مثنوی را از او سؤال می‌کردند و او برای آنان بازگو می‌نمود. مولانا در مثنوی مانندی شناگری ماهر و شیرینکار است که با چالاکی ناگهان در ژرفای آب فرو می رود و بینندگان با دقت و حیرت به اطراف و جانب آب می نگرند و کوشش می کنند که او کی و کجا سر از آب برون می آورد. ولی ناگهان می بینند که او در فاصله فراتر از انتظار آنان سر از آب بدر آورد و همچنان با چابکی تمام به شناوری ادامه می دهد تا دریای پهناور معنا را در می نوردد و به ساحل دیگر می رسد. بدین ترتیب خواننده مثنوی همیشه در برابر نکته پردازی پیاپی مولانا مات و غافلگیر می شود تا می خواهد ذهن خود را با نکته مانوس کند. رگبار نکات نغز نو به نو برو فرو می بارد و حیرت اندر حیرت می آورد و این اصل عارفانه را تدعی می کند. مثنوی کتاب نیست که تابع فصل بندهای سنتی و قالبی مرسوم باشد، بلکه بیشتر تابع اسلوب قرآنی است و بر پایه تداعی استوار شده است. مولانا ضمناً دست در نکته به یاد واقعی مشهور می افتد و در آن باره بحث می کند. او حکایتی را برای خود باز می گوید. آن حکایت بیان یک اصل صوفیانه را ایجاب می کند. ضمن نقل آن یک مثل او را به گفتن حکایت دیگری می کشاند. این حکایت هم واقعی معاصر را در ذهن او جان می بخشد. ناگهان حکایات دیگر اصلی فلسفی نهفته در خود را به یاد او می آورد. دفعتاً به حکایه نخستین باز می گردد، ولی قبل از پایان دادن بدان حکایت و بحث دیگر و از آن بحث به حکایات دیگر می پردازد و مدتها بعد برای چندین بار باز به حکایات اول بر می گردد و آن را به پایان نمی رساند. دیگر آن که تکراری مطالب در مثنوی بسیار به چشم می خورد، ولی این تکرارها صورت تکرار دارد و در معنا تکرار نیست. هر کدام از مطلبها مقرراً در مثنوی حاوی نکته‌های تازه و نغز است و در این زمینه نیز تابع اسلوب قرآنی است. قرآن کریم نیز مطلبی را مقرر آورده، هرچند ممکن است به دیدن ظاهربینان تکرار آید، ولی زیرکان نکته سنج در آن تازگی می‌بینند. دیگران که داستانها و حکایاتهای پیشین به صورت خشک و جامع در مثنوی نیامده، بلکه مواد تشکیل دهنده آنها مانندی موم در دست هنرمند مولانا نرم است و او بر اساس مقصود خود به آنها شکل می دهد. تفصیل این مطلب ضمن شرح حکایات ذکر خواهد شد. دیگران که مثنوی 3 نوع مخاطب دارد: عام، خاص و اخص. پاره از ابیات مثنوی متوجه عامه مردم است، گویا که مولانا در مجلس وعظ و خطابه حاضر شده و سخنان در سطح مردم عادی ایراد می کند، از قبیل نصیحت‌ها و پندها، و همگان به قدر توان خود از آن سخنان بهره‌مند می شوند، مانند این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. از خدا جوییم توفیق ادب،
بی ادب محروم ماند از فیض رب. به طور کلی شکل ظاهری قصه ها و تمثیل ها و حکایه ها جز این سخن ها قرار دارد. قسم دوم مخاطبان خاص دارد. مطالبی است که مولانا با یاران دمساز و همدان همراز خود در خلوت گفته است، اما چنان است که از روزنه در و پنجره کلمات نیز به خارج راه می‌یابد و کسانی که در بیرون نشسته‌اند جسته و گریخته آن کلمات را میشنوند و شنیده ها را پیش خود میخوانند و این گروه خود به دو دسته تقسیم میشوند. یکی صاحب دلان و پاک دلان که به حقیقت رازگویی های مولانا با همدمانش پی میبرند و دیگران گروه که باطنی پاک و وارسته ندارند بلکه از روی ظن و گمان یار خلوتیان میشوند اما به اسرار درون آنان را نمییابند، بلکه به قول مولانا اینان حرف عارفان وارسته را می‌دزدند تا ساده لفظان را به دام خود افکنند. بخش سوم مخاطبان اخص دارد که نوی حدیث نفس است که مولانا در حالت جذبه و شور عشق و یا در مراقبه و استغراق داشته است. با توجه به اشتیاق مریدان در پی بردن به معنا و مقصود مولانا در مثنوی گاه بیت از ابیات مورد سؤال قرار می گرفت و او به شرح تفسیر آن می پرداخت. به همین لحاظ می توان گفت که نخستین شارح مثنوی خودی مولانا بوده است و علاوه بر آن که بیت های مثنوی تفسیری خودی اوست، دیگر آثار او بخصوص فی ما فیه تقارن بسیار با معانی مثنوی دارد و می توان پاره از بیت ها را با آن شرح داد و به شرح بیشتری نزدیک کرد. چنان که یکی از مریدان از او می پرسد که معنی این بیت چیست که می گوید ای برادر تو همون اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. مولانا در پاسخی او می گوید تو به این معنی نظر کن که همون اندیشه‌ای اشارت به آن اندیشه مخصوص است و آن را به اندیشه عبارت کردیم جهت توسع، اما فی الحقیقه آن اندیشه نیست و اگر هست این جنبش اندیشه نیست که مردم فهم کردن. ما را غرض این معنی بود از لفظ اندیشه. استاد فروزانفر می نویسد از این دوره یعنی 100 سال بعد از وفات مولانا که بگذاریم شرح مختلف به زبانهای فارسی و عربی و ترکی و اخیراً نیز به زبانهای غربی نوشته شده است، ولی هیچ یکی از این شرح‌ها دردی طالب را دوا نمی کند بلکه برعکس گمراه کننده است. من می خواهم بگویم که این شارحین بر ظن خود مولانا را نشناختند و از طرف دیگر کسانی که خواستند مثنوی را از راه عرفان محیدین یا از طریق فلسفه یونان بیان کنند نیز اشتباه کردند، زیرا بیان مولانا از هر دوی اینها برکنار و بالاتر است. آخر سخن. شرحی که در پیش روی شماست به گونه فراهم آمده است که بتواند دست طالبان معرفت و مثنوی را بگیرد و چند قدم در این وادی راه ببرد و آنها را از رجوع به منبع‌های مختلف و آثار پراکنده و متنوع بعضاً صعب الحصول بی‌نیاز گرداند. در این شرح سعی شده است که مطلب‌های دشوار ساده تر شود و از مشکل نویسی و پرگویی پرهیز گردد که تا کنون شرح‌های بسیار بر مثنوی نگاشته شده ولی متاسفانه غالباً آنها فقط برای اهل تخصص فراهم آمده و سهم دیگران کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. ای بس خواننده بارها از سر عشق و اشتیاق شرح را برداشته که مثنوی را فهم کند ولی از همان ابتدای راه خود را در سنگلاخ از دشواری های یافته و ملول و خسته کتاب را بست و دنبال کار خود رفته است.
درست است که بسیاری از ابیات مثنوی واقعا مشکل است و هنوز هم لاینحل مانده، ولی مشکل نویسی برخی از شارحان نیز بر این مشکل افزوده است و گاه مطلب‌های ساده را نیز از مسیر عادی و طریق سهل خود خارج کرده و بر قامت معانی ساده جامه سنگین از لفظ‌های رنگین بردوختند و بیشتر برای تأویل رفتند تا شرح و تفسیر. البته تعداد نیز تنها اوراقی بین الدفتین است و از آن بوی شرح شنیده نمی شود، بلکه مطلب‌های از خشک و خارج از موضوع. در شرح موجود سعی شده است تک تک ابیات از حیث لغت، اشاره و کنایه به آیت و حدیثا، ضرب المثل‌ها و اصطلاحات عرفانی، نجومی، طبی و غیر موردی بحث قرار گیرد و معنی هر بیت به طور روشن و پیراسته از نافهمی و مشکلی گویا بیان شود و حتی سعی شده است که از راه پر آفت و مخافات تأویل پرهیز گردد. چند نکته ذیل نیز قابل ذکر است. این شرح بر مبنای نسخه مصحح نیکلسون فراهم آمده، مگر در معدوده از ابیات که به روایات دیگر استثنا شده است. در آغاز هر داستان و حکایت ابتدا قالب ظاهری و شکل ساده داستان به صورت نثر بازگو شده تا ذهن خواننده نسبت به مطلب‌هایی که در آن داستان‌ها می‌آید زمینه لازم را پیدا کند، زیرا در مثنوی معمولاً حکایه‌ها به طور گسیخته و در لابلای نکته پردازی های عرفانی و اخلاقی و اجتماعی و غیره دنبال شده است. از این رو لازم دیده شد که هر داستان و حکایه یکجا و به طور کامل نقل شود و سپس به مأخذ و منبع آن پرداخته گردد و در پی آن مقصد حکایه به اختصار گفته آید. مقصود مولانا از ذکر داستانها و تمثیلها بنابر اسلوب قرآنی داستان سرایی و حکایه پردازی نیست، بلکه داستان و حکایه قالبی است که بدان وسیله حقیقتها و معرفت بیان می گردد. از این رو خواننده مثنوی مقصد معنوی مولانا را در شرح بیتها در خواهد یافت. لازم است با اختصار به این نکته نیز اشاره شود که صوفی راستین در تعبیر مولانا آن گونه که بر این ضعیف روشن شد کسی است که از بند هوا و کمند ریا رسته و از منزل خودبینی سفر کرده باشد و این تعبیر جنبه عام دارد و مولانا آن را به هر کسی که به چنین آگاهی و کمال رسیده باشد قطع نظر از آیین و فرقه قابل تعمیم می داند و هرگز آن را در معنای فرقه‌ای آن محدود نکرده است. بسا کسانی که خود را بدین نام و نشان موسوم کنند در حالی که هنوز در ضمیر خودبینی و حاوی فرماندن و از سیر و سلوک تنها صورت حاصل کرده باشند و نه سیرت. به قول سعدی خرقه ابرار پوشند و لقمه ادرار فروشند و لباس تبلیس و ریا و جامه حیله و دغا پوشند، مفتون دیو و عنای دنیا باشند و عقبه را وسیله نیل به دنیا سازند. صوفی در کلام مولانا رنگ پذیر و فرقه پذیر نیست، بلکه این تعبیر شامل هر کس است که از قید تعلیمات دنیوی رسته و با وجود پاینده حق پیوسته باشد، خواه مسلمان یا مسیحی، خواه بودایی یا موسوی و غیره. برای استفاده عامتر علاوه بر لغات و اصطلاحات مشکل واژه‌های ساده تر نیز معنی شده است. کریم زمانی